بچه توی این ویدیو میخوام یه نکته مهم در رابطه با نوشتن تعداد شرط‌های زیاد یا همون نوشتن ایف الیف های طولانی رو بهتون بگم. بچه ما اگه توی برنامه مجبور باشیم که تعداد زیادی شرط رو چک بکنیم و بررسی بکنیم، این کار باعث میشه که خوانایی کد ما کم بشه. برای اینکه این حالت رو عوض کنیم و خوانایی کد رو ببریم بالا، بهتره که از دیکشنری ها استفاده کنیم. خب من اینجا 4 تا تابع تعریف کردم و مقدار x رو 2 گذاشتم و اومدم یه سری شرایط رو چک کردم. حالا میخوام این قسمت رو با استفاده از دیکشنری بازنویسی کنم و خوانایی کد رو افزایش بدم. خب برای این کار من دیکشنری تعریف میکنم به اسم فانکشنز. خب تو این حالت بچه کافی که ما کلیدهای دیکشنری یا همون کی های دیکشنری رو برابر با مقادیر x قرار بدیم، یعنی 1 و ولیو یا مقدار اونو برابر با تابع که قرار فراخوانی بشه. خب من اینجا در حالتی که x من 1 باشه میخوام تابع f1 رو فراخوانی کنم، پس میگم 1 2 نقطه تابع f1 و همینطور برای مقادیر بعدی هم این کار انجام میدم. 2 2 نقطه تابع f2 و 3 2 نقطه تابع f3. حالا میام دیکشنری رو صدا میزنم به ازای ورودی x و این x هم به تابع پاس میدم. به همین سادگی. پس من اینو یه کامنتش میکنم. نتیجه کار رو ببینیم. همون که میبینیم مقدار x برابر با 2 به ما داره نمایش داده میشه. حالا یه نکته هست، من اینجا بچه حالت دیفالت رو هندل نکردم. برای اینکه این حالت دیفالت هم هندل کنم، کد رو به این صورت بازنویسی میکنم که if x این اگه x من در دیکشنری موجود بود، در فانکشن من موجود بود، بیا این تابع رو صدا بزن و در غیر این صورت تابع دو دیفالت و پارامتر x رو بهش میده. پس ما توی این ویدیو یاد گرفتیم که اگر تعداد شرط‌های ما زیاد شد، بتونیم اونو با استفاده از دیکشنری هندل بکنیم و خوانایی کد رو افزایش بدیم.